توپک شکلاتی یا بمب هات چاکلت هم میتونه به عنوان یک هدیه خاص و منحصر به فرد دستساز باشه و هم میتونه به عنوان پذیرایی توی دور همیهاتون توجه همه رو به خودش جلب کنه. درست کردنش در عین حال که کار سختی نیست، بسیار جذابه و مواد اولیه و لوازم بسیار پیچیده و زیادی هم نمیخواد. حتی میتونید همراه بچه‌ها انجامش بدید که مطمئنم هم درست کردنش و هم خوردنش برای بچه‌ها هیجان انگیزه. سلام، به سویتی افکت خوش اومدین. من الهامم و اینجام تا تجربیات خوشمزم رو با شما به اشتراک بذارم. بریم سراغ مواد اولیه و طرز تهیه این توپک‌های شکلاتی خوشمزه. نیاز به قالب سیلیکونی نیم کره داریم. باقی قالب‌ها اصلا ضروری نیستن، بستگی به این داره که شما بخواید چه تزیینی رو برای توپکاتون در نظر بگیرید. من از قالب حروف، گل و قاشق استفاده می‌کنم. شکلات سفید و شکلات تلخ که میتونه از نوع سکه‌ای یا تخته‌ای باشه. نسکافه، میتونید از پودرهای آماده نسکافه، لته، هات چاکلت یا هر پودری که خودتون ترکیبش رو با شیر و شکلات میپسندید استفاده کنید. در ابتدا شکلات تلخمون رو داخل کاسه میریزیم، اون رو روی بخار آب یا در مایکروفر گرم میکنیم تا شکلات هامون ذوب بشن. اگر از مایکروفر استفاده میکنید هر 30 ثانیه بهش سر بزنید تا نسوزه. اگر شکلاتتون تخته‌ای هست حتما اول اون رو خورد بکنید و بعد ذوبش کنید. شکلات رو داخل گوی هامون میریزیم و با استفاده از قاشق سعی میکنیم که اون رو در همه جای گوی طوری پخش بکنیم که دیواره ها و کف اون کاملا آغشته به شکلات بشن. 2 برابر تعداد گوی هایی که میخواید داشته باشین باید از این نیم کره های شکلاتی درست کنید. همیشه 2-3 تا دونه هم بیشتر درست کنید چون احتمال شکستنشون موقع خارج کردن زیاده. حالا قالبمون رو با استفاده از یک زیرکیکی یا سینی بلند میکنیم، چند تا ضربه به میز میزنیم و کمی اون رو تکون میدیم و به مدت 1 ربع داخل یخچال میذاریم تا شکلات هامون سفت بشن. تو این فاصله تزییناتمون رو آماده میکنیم. اگر براتون سخته که تو این قالب های کوچیک با قاشق شکلات بریزید، میتونید از قیف های پلاستیکی استفاده کنید. اگر مثل من از این قالب های حروف استفاده میکنید، حتما با استفاده از یک خلال دندون مطمئن بشید که شکلات به همه جای قالب رسیده و فضای خالی باقی نمونده. قالب تزییناتمون رو هم میذاریمش داخل یخچال. حالا قالب نیم کره هامون رو از یخچال در میاریم و دوباره مرحله 1 رو تکرار میکنیم. اگر شکلاتتون روون نیست و سفت شده، حتما دوباره اون رو روی بخار آب یا داخل مایکروفر قرار بدید تا کاملا روون بشه. فقط این بار به این نکته توجه بکنید که چون قالب ما از یخچال در اومده و شکلات ها الان سفت هستن، شکلات مایعی که داخلش میریزید خیلی سریع میبنده و سفت میشه. پس باید سرعت عمل داشته باشین و داخل هر نیم کره‌ای که شکلات ذوب شده میریزید خیلی سریع با قاشق اون رو پخش کنید و مخصوصاً اهمیت ویژه‌ای به لبه ها بدید. حالا دوباره قالب رو داخل یخچال میذاریم و تو این فاصله میریم سراغ درست کردن قاشق‌های شکلاتیمون. اگر شما هم از شکلات سفید استفاده میکنید به این نکته توجه کنید که شکلات سفید خیلی زودتر از شکلات قهوه‌ای میسوزه. اگر اون رو داخل مایکروفر قرار میدید حتما هر 30 ثانیه بهش سر بزنید. وقتی حدود 70% تکه‌های شکلاتتون ذوب شده بودن، دیگه میتونید با قاشق اون رو هم بزنید تا تکه‌های شکلاتی که ذوب نشدن با گرمای بقیه شکلات‌ها آب بشن. حالا قالبمون رو از یخچال خارج میکنیم. اول اون رو چک میکنیم که لبه های سالمی داشته باشن و اگر دیدیم که ضخامت شکلاتمون کمه، برای بار سوم هم مراحل قبل رو انجام میدیم تا دیواره ضخیم‌تری از شکلات داشته باشیم. میبینید که الان با کشیدن لبه های قالب، گوی های شکلاتی من از قالب جدا میشن و اصلا حالت شکننده ندارن. برای خارج کردنش اصلا به لبه ها فشار نیارید و از پایین به عمیق ترین قسمت قالب فشار وارد کنید و همزمان از اطرافش قالب رو بکشید. شما طبق سلیقه و ذائقه خودتون میتونید از شکلات‌های شیری و یا شکلات‌های رنگی هم استفاده کنید، اما به نظر من شکلات تلخ یه چیز دیگه است. حالا داخل نیمکره ها رو با موادی که دوست دارید پر کنید.
خب همونطور که دارید میبینید یکی از این نیمکره های من لبش شکسته و این برای ادامه کارمون اصلا مناسب نیست. پس خالیش میکنیم توی یک نیمکره دیگه و این رو کنار میذاریم. یک تابه رو روی گاز بذارید و وقتی که گرم شد اون رو بیارید کنار دستتون. از نیمکره های خالی بردارید، اون رو داخل تابه بزنید تا کمی شکلاتش ذوب بشه و بعد سریع اون رو روی نیمکره‌ای که مواد ریختید بذارید و کمی فشار بدید تا به هم بچسبن. اگر بعضی از گویی هاتون به این شکل هست و فضای خالی داره اصلا مشکلی نیست. میتونید با استفاده از همون شکلات ذوب شده‌تون و یک خلال دندون کمی از اون شکلات رو روی این تکه هایی که شکلاتشون ریخته بذارید تا کاملا گویتون بسته بشه. برای خارج کردن قاشق‌های شکلاتی هم اصلا به اون قسمت ظریفش فشار نیارید و همونطور که قالب رو از کناره ها میکشید از زیر به قسمت پهن‌تر کار فشار وارد کنید تا قاشقتون از قالب جدا بشه. اگر قالب رو با شکلات زیاد پر کردید حتما اول با یک چاقو مقادیر اضافه شکلات رو ببرید و بعد اون رو خارج کنید. حالا هر کدوم از گویی ها رو داخل یک کپسول کاغذی میذارم و حروفی رو که میخوام به عنوان تزیین ازشون استفاده کنم با استفاده از کمی شکلات ذوب شده روی گویی ها میچسبونم. اگر خواستید از ورق طلای خوراکی یا دراجه ها و مروارید های خوراکی استفاده کنید اونها رو هم با استفاده از شکلات ذوب شده میتونید روی گویتون بچسبونید. ممنونم از همراهیتون و اینکه ویدیوها رو تماشا میکنید. لایک ها و کامنت های شما به من دلگرمی میده و من رو به ادامه راه هم امیدوار میکنه. اگر تازه به جمع ما پیوستین لطفا من رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو هم فعال کنید تا از آموزش های بعدی مطلع بشید. میتونید کمی شکلات آب شده کف کپسول بریزید و گویی رو داخل اون فشار بدین تا کاملا ثابت بشه. امیدوارم که این گویی‌های شکلاتی جذاب رو درست کنید و یک پذیرایی خاص و منحصر به فرد رو به خودتون و عزیزانتون هدیه بدید. از نوشیدنیتون لذت ببرید، گوارای وجودتون باشه و تا آموزش بعدی روز و روزگارتون شیرین و قشنگ.